بچه ها قهوه دیروز که دیدین. امروز میخوام 2 مدل قهوه عجیب دیگه هم از دنیا بهتون معرفی کنم. قهوه اولی از ژاپن میاد که به خاطر روش فروری و آماده شدنشه که خاصش کرده. روند دم کردنش اینجوریه که بهش سایفون یا قطره‌ای گفته میشه و میگن طعم خیلی خاصی داره و توی ژاپن به عنوان یک اثر هنری بهش نگاه میکنن. بعدی که حدود 1 سال 1 سال و نیم تو ایران خیلی معروف شده و زیاد، قهوه کولد برو هست که داستانش اینجوریه که یکی که خیلی محبوبه به خصوص توی تابستون و داستانش اینجوریه که بین 12 تا 24 ساعت تو آب سرد دم میکنه و طعمش خیلی ملایمتر و کمتر اسیدیه میگن. قهوه بعدی قهوه‌ای هستش با طعم تخم مرغ از ویتنام. اینجوریه که برای آماده کردنش از تخم مرغ، شکر، شیر استفاده میکنن. کرم آماده میشه، انقدر فکر کنم همش میزنن کرم میشه و اونو روی قهوه میریزن و میگن مزهش عجیبه و قاعدتا همینطوره. خلاصه که دنیا قهوه واقعا وسیعه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی. تا ویدیو بعدی و تا فردا، بای.